أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و دوباره از افتراهاشون اینه که همه پیغمبران دوباره به دنیا باز میگردن. رجعت یعنی همین، و این عقیده در اصل عقیده یهودی است، به اسلام هیچ ربطی نداره مسئله رجعت. همچون که درست امامت به اسلام هیچ ربطی نداره. همه پیغمبران دوباره باز میگردن به دنیا تا در زیر پرچم علی بجنگن. و علی هم در عهد امام زمان قائمی که هرگز قائم نمیشه، به نائم شبیه، در واقع موهومی بیش نیست، میاد تا حکومت اسلامی جهانی تشکیل بده. اون حکومت اسلامی جهانی به درد صهیونیست‌ها فقط میخوره، به درد مسلمان ها نمیخوره. خداوند همچین حکومت اسلامی مسلمان ها را محروم کنه که شکلشو نبینن. برای که امام زمانی هم که میاد مساجد رو خراب میکنه، خانه کعبه رو خراب میکنه، مسجد النبی رو خراب میکنه، یاران پیغمبر رو میکشه و زنده میکنه. همینجوری یعنی مثل بچه کوچکا همش بکش زنده کن. اینا چیه؟ بازی میکنه، ولی این بازیاش به نفع صهیونیستاست. خدا را به عبری میخونه. بله.